سلام، فرزانه پناهی هستم. براتون امروز آموزش یه غذای شمالی به اسم برقه رو دارم که اگه در دسترستون باشه غذای بسیار ساده و راحتیه. موادمون بادمجون هستش، نمک و فلفل و زردچوبه و کمی دارچین، تخم مرغ با برنج. بادمجونا رو اول سرش رو کمی برش بدیم، اضافهش رو در میاریم، شروع میکنیم با پوستکن یا چاقو، هر وسیله‌ای که دارید پوست میگیریم. به این صورت غذای بسیار راحتیه. خب الان من اینا که تموم شد پوست گرفتنشون، به این صورت حلقه حلقه میکنه. حلقه هاتون زیاد نازک هم نمیگیرید. به این صورت من همه رو آماده میکنم. آماده که شد برای سرخ کردن بهتون نشون میدم. بادمجونا رو من 10 دقیقه توی کاسه آب و نمک درست میکنم، میریزم، ولی دیگه آب نمیکشم. روی یه پارچه بعد تو آبکش میذارم، روی یه پارچه پهن میکنم که خشک بشه. تابه که داغ شد من روغن داخلش ریختم، میذارم دوباره داغ بشه. بعد بادمجونایی رو که شستم تو آب نمک گذاشتم، خالی کردم از آب نمک، آبم نمیکشم. دوباره میذارم توی روی پارچه کاملا خشک بشه. الان تابه من که داغ شد بادمجونا رو میریزم. کاملا بادمجونا باید خشک شده باشه. دوباره یه طرفش سرخ شد برمیگردونم، برای طرف دیگه دوباره بهتون نشون میدم. تا بادمجونامون آماده بشه، سرخ بشه، من مواد تخم مرغ رو آماده میکنم. اول چند تا قاشق آب داخل کاسه میریزم، 4 قاشق میریزم. بعدا داخل این ادویه‌مو میریزم، نمک، زردچوبه. بچه این کار به خاطر اینکه ادویه‌مون خوب حل بشه. فلفل، هم پف تخم مرغمون هم بیشتر میشه، با دارچین. دارچینشو یه کوچولو با زردچوبه‌شو بعد بیشتر بریزیم. کاملا هم میزنم توی آب. آبش اگه دیدم کمی یه کوچولو دیگه میریزم. خب ببین من ادویه رو کامل حل میکنم. برای هر بادمجون ما یه دونه تخم مرغ یا 2 تا استفاده میکنیم. من 2 تا استفاده میکنم، دل بخواهیه. 1 2 بادمجونای من 3 تا بودش. الینا جونم پیش من وایساده داره کمک میکنه بهم. خیلی دختر خوبیه دیگه. بس حالا هم میزنیم، کاملا باید هم زده بشه. با چنگال بزنیم بهتره. ببین ادویه به این صورت، ادویه کامل توی آب حل شده. هم باعث پف تخم مرغمون میشه، هم خوش رنگ‌تر میشه. من بادمجونا رو دارم برمیگردونم. یه طرفش سرخ شده، دیگه طرف دیگه هم کمی سرخ شدهش. بهتون میگم چی کار میکنیم. همه بادمجونای ما سرخ شد. این موادی رو که درست کرده بودیم کمی دوباره هم میزنیم، بعد روی ورقه یعنی بادمجونای سرخ شدهمون میریزیم. بچه بعضی شهرها طرز درست کردنشون فرق میکنه. ممکنه توش پیاز سرخ کردن بریزن، ممکنه مثلا مثل من اولش آب نریزن. هر جا یه جور درست میکنن. بعد که ریختیم کامل حتما در بذارید روش. حرارت و متوسط رو به کم بذارید، درم بذارید. خب ورقه ما الان یه طرفش آماده شده. ببینید چه پفی کرده. از وسط من 4 قسمت میکنم.
بچه این پف به خاطر همون آبیه که من ریختم. خب همه رو من جدا میکنم، برمیگردونم. دیگه درش هم نمیذاریم. 5 دقیقه که شد دیگه خاموش میکنیم. ورقه آماده است. آماده شد، من توی ظرف میکشم. میتونید روی دستمال جذب روغن هم بذارید که روغناش استفاده نکنید از روغن. بچه خیلی غذای خوشمزه و راحتیه، حتما درست کنید، یه بار امتحان بکنید. خوشمزه گیلانی ما به اسم ورقه آماده شده. بسیار راحت درست میشه با 2 تا قلم، بادمجون و تخم مرغ. بسیار راحته، با ترشی‌های مختلف خورده میشه، ترب، زیتون. بسیار خوشمزه هستش. ممنون از این که همراه من بودید.